من نمیدانم سخن را از چی سر کنم. من نمیدانم در تاجیکستان باز چه حادثه روی دهد که مردم برای ناموس، عزت، شرف و اعتبار خود برخیزند. این چه بیداری است که زمستان مردم از خنکی، کودکان از خنکی، پیرمردان از خنکی اذیت میکشند و حتی میمیرند. این چه دهشت است که پدران مهاجران را در تاجیکستان گروگان میگیرند تا دمی که اون مهاجر از روسیه نبیاید و به عسکری نرود، پدرش را در زندان نگه میدارند. این چه بیداری است که برای یک سخن حق بهترین خبرنگاران و بلاگران تاجیکستان را میبرند کنج زندان میکنند. باز چی باید در تاجیکستان گذرد که این مردم، این ملت به پا خیزد؟ درود بر شما هموطنان عزیز. اینجا برلین زمستانی و من دادا جان عطاالله. من نمیدانم رذالت، حماقت، قباحت این رژیم کی به انجام میرسد. همین دیروز یک نامه گرفتم از دوشنبه از چند نفر اهالی پایتخت درباره آنکه یک تشکیلات به نام آریانا ساختمان به شهروندان نامه نوشته است که باید خانه های خود را خالی کنند و این آریانا ساختمان برای آنها در حجم 2400 سامانی پول میدهد. آنها باید که 2 سال در اجاره زندگی کنند. تصور کنید 2 سال در اجاره زندگی کنند و بعد به خانه هایی که این آریانا ساختمان میدهد یا نمیدهد ما نمیدانیم، باید بکوچند. مسئله چی است؟ یکم خودی همین مکتوب نمیدانم برای چی به زبان روسی نوشته شده است، نه به زبان دولتی. و بگذار به روسی باشند اما پر از خطا، پر از سهو، پر از جمله های خنده آور که واقعا به همون اسلوب روشن و جمشید درست میگوید. در پس همین یک نامه چی می استد؟ چند سال است که حکومت رحمانوف میخواد مرکز دوشنبه را از آدمانی که از منطقه های دیگر هستند خالی کند. یعنی در همین مرکز اگر شرطاً گویم یک منطقه سبز، منطقه نخبگان، باید که فقط مردم دنقره و اطراف دنقره زندگانی کنند. شما ببینید اینا چند سال است که همین مرکز دوشنبه خانه های الیت تاجیکستان بود. نویسنده ها، عالما، شاعرها همین میخوان که از خود کنند و این مردم به کناره های شهر کوچانند با پول بسیار کم. در تمام دنیا مالکیت خصوصی مقدس حساب می شود، اما نه برای حکومت دوز، رهزن و اوباش تاجیکستان. خانه یک سه گرفتن، منزل یک سه گرفتن برابر خونی وی ریختن است. منزل این 4 دیوار و 4 بالا و سقف نیست. منزل هر یک کس این خاطره گذشتگان است، این یادنامه ها و یادداشت ها است که از نسل به نسل می گذرد. و امروز ما می بینیم که بی حیایانه مردم را از مرکز شهر می کوچانند مجبور و می برند به کناره های شهر و در مرکز باید همین باز یک بار تکرار می شود، باید فقط دنقره و اطراف دنقره زندگی کند. همین مکتوبه که آریانا ساختمان عجیب است، همین که صاحب ملکان در جستجوی همین سازمان میشوند، تشکیلات میشوند که همین آریانا ساختمان چی باشد، در پسش کی؟ نه در همون مکتوب نه بلانک هست، نه یگان ریکویزیت، نه یگان شماره تلفن، نه سای دارد، نه مهر، نه چیزی دیگر. بی حیایی و بی انصافی اون است که مردم باید امری همین یک سازمان، یک تشکیلاتی که اصلا معلوم نیست که به کی دخل دارد، همین آریانا ساختمان فقط یک چیزش معلوم است که در ولایت ختلان به قید گرفته شده است، اما در پس این کی است، صاحب ملک کی است، هیچ معلومات دیگری نیست. ولی مردم نادان نیستند، همه میدانند که در دوشنبه به اجازه رحمان و خانواده رحمان نه تنها یک کس خانه میسازد، بلکه یک پرنده نمیتواند پرواز کند.
تمام دوشنبه و تمام تاجیکستان این گویا که مال خصوصی رحمانوف و خانواده رحمانوف باشد. این کوچه چند سال است که دوام دارد و مردم هم خاموش خانه های خودشان میسپرند و میروند و کسی که سرکشی کند یا به زندان میترسانند یا به یگان جنایت دیگر یا اصلا میگن تو کی هستی. در تاجیکستان زمان رحمانوف یگان مقدسات نمانده است. یگان مقدسات، تکرار میکنم، مسخره بازی های مقامات تاجیکستان هیچ تماشایی ندارند. حاضر با یک فوکس نو برآوردن. پیشتر بچه ها را از عائله های کم بضاعت، کم بغل در مسجدها، در دانشگاه ها، در جاده ها می داشتند و مجبوری به عسکری می فرستادند. حاضر با در ولایت سوخت یک فوکس نو ایجاد کردند. پدر یک نوجوان را گروگان میگیرند، میبرند شعبه میلیسه یا امنیت یا یگان اداره دولتی محکم میکنند تا دمی که فرزند همین آدم از روسیه، از قزاقستان یا کشور دیگر به تاجیکستان نبیاید و به ارمی نرود. وقتی که فرزندی همین آدم میبیاید و عریضه می نویسد و به عسکری می رود، بعد پدر را آزاد میکنند. این نامش گروگانگیری است. این بدترین جنایت حساب می شود. این جنایت دولتی است و واقعا یگان جنایت خیانت نمانده است که حکومت رحمانوف به حق مردم خودش روا ندیده باشد و همین گروگانگیری یکی از جنایت های بدترین همین حکومت است. و من اطمینان دارم که این عسکر بچه ها در روز مبادا، در روز سخت، هیچ وقت نه از رحمانوف حمایت خواهند کرد نه از تاجیکستان. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه اینها را مجبوری به عسکری میبرند، به خاطر آنها که این نوجوانان نمیدانند که کی را حمایت میکنند، به خاطر آنکه این نوجوانان را در قسمت‌های حربی تجاوز میکنند، بدترین شکنجه را به حق اینها روا میبینند و اینها را اذیت میدهند. اینها وقتی که به دستشان автомат افتاد، روزی میرسد که حتما کماندیری خودشان میپرانند، قماندانی خودشان میپرانند و خوب هم میکنند. این ناخلفان، این ناکسان، این خبیثان، این پدخیفان که حکومت رحمانوف نام دارد، چرا فرزند یگان نفرش، داماد یگان نفرش نمیرود در عسکری خدمت کند؟ برای کدام خدمتهایش رستم امامعلی عنوان گنرالی میگیرد؟ گنرالی چی؟ گنرالی معیشت، گنرالی بیسوادی، گنرالی تجاوز دختران بیگناه، تجاوز این مردم، تجاوز این ملت. رحمانوف خطا میکند، گمان میکند که این 30 سال این مردم رژیم رحمانوف طاقت کرد، با فردا برای رستم امامعلی لبیک میزند. نه، این خوابش را رحمانوف باید به آب گوید. این ملت، این مردم واقعا به جای رسیده است که امروز از گریبان همین ظالمان خواهد داشت. من باوری دارم که امروز نه پگاه نه فردا، پس فردا، فردا نه پس فردا مردم به پا میخیزد و من در صف اولین انمیا خواهم بود. رئیس کلخازی به نام لنین دنغره ماه دکبر سال 1992 به دوشنبه آمده بود. 30 سال از این پیش در فصل زمستان. همین زمستان زمحریر سیاسی تا هنوز ادامه دارد. این هر روز به مردم افسانه میخواند که فردا زندگیتان خوب میشود، پس فردا خوب میشود، ما راغون را میسازیم، نارنج را تعمیر میکنیم، این را میکنیم، آن را میکنیم و شما در خانه هایتان چراغ روشن میشود. اما در عصر 21 در پایتخت تاجیکستان برق نیست. در عصر 21 کودکان تاجیک در زمستان از خنکی میلرزند. در عصر 21 مردم با آشانه های 10 و 12 پیاده میپرایند و پیاده میبرایند. در عصر 21 مردم در خانهشان گرمی ندارند. اما رحمانوف برق تاجیکستان را به طالبان میفروشد. برای رحمانوف یک طالب از یک تاجیک عزیزتر است.
اگر اینتر نمیشد به هیچ وجه برخی تاجیکستان را به طالبان نمیفروخت. برای رحمانوف تاجیک یک برده، یک غلام، یک خدمتگار است و بس. این زمستان سیوم است که رحمانوف در سر قدرت است. این زمستان سیوم است که قدم نامآور که رحمانوف به پایتخت تاجیکستان رسید، به حکومت رسید. و این 3 زمستان است که در تاجیکستان بهاری نمی آید، فقط زمستان سرد زمهریر است و بس. زمستان بدبختی، زمستان ناامیدی، زمستان زندگی برباد رفته و جوانی های سوخته، زمستان زندانی. تا دمی که ما خاموش هستیم این زمستان در پی خود بهار نخواهد داشت. یادتان هست ما راغون میسازیم، میگفت مجبور پولی مردم گرفتن، گویا که سهمیه. حتی بچه هایشان را مردم به خاطر رحمانوف راغون شاه و سهمیه بانو نامیده بودند. کنی سهمیه بانو، کنی راغون شاه، کنی پولای مردم. ای دوست ها، شما کی سیر میشوید؟ ای ناخلفان، کی شما انسان میشوید؟ ای ملعونان، کی شما افسانه گویی را بس میکنید؟ ای پلیدان، ای خبیثان، دانسته باشید که این مردم حتما از شما انتقام میگیرد. شما اصلاح نمیشوید. کسی میگوید که رحمانوف اصلاح میشود، کسی میگوید که این حکومت با راه بازسازی و با راهی من نمیدانم پریسترویکا یا فلان و فلان دیگر میشود، خطا میکند. این ملک یک انقلاب میخواهد و بس، دیگر هیچ. الله اکبر. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه بدون رحمانوف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تمام کل خلق تاجیکستان، شخصا با پرزیدنت ما محترم امام علی رحمان، من از شما همچون زنی تاجیک، همچون مادر احترامانه خواهش میکنم که انا سخن ما را به نظر گیرید. التماس پدر ملت، من اینوالید دویم گروه می باشم، استقامت کننده ناحیه جلالدین بلخی. محترم جناب عالی، محترم کارگرای حکومت، شخصا پرزیدنت ما امام علی رحمان با واسطه آینه نیرگون قول دادن، با شیر مادرشان قسم خوردن که امین گسی نارک یا گسی راغون سنگتوده رو سهمیه جمع کردیم. ای 7 ساله تا 70 ساله را که مده شب روز سوید میدین، قوی برق. ما سوید نداریم، ما همچون مادر با صبح سهر میخزیم، سوزشواری نداریم. 3 روز اچرت در سوزشواری گاز دایستادیم، گفتن گاز نیست، سوید نیست. با صبح سهر میخوایم که گودکمون یک چای گرم، اوقات صبحانه گرم تیم نیست، سوید نمیدونیم چیکار کنیم. التماس از شما ای زمین تا آسمان التماس، همین قوای برق نفروشین، بتین تاجیکای خودمون ده، خلق خودمون ده. نیمی خلق ما مرده رفته استن، نیمیشون بیچاره در روسیه سرسان سرگردان خونه و در ندونن، نیمیشون قرض دارن، نیمی طلبای ما پیاده سهر قطی خنک لایده میرون، پوچککاشون تپتر. ما نمیدونیم چیکار کنیم. مادرها با صبح سهر کار میرون، اقلا نونیشته کردن نمیتونن، ای کار میان سوید ندارن. چی گپ این؟ اما با صبح سهر خیزم خونامو تیپ توریکه سوید درجه نداریم. التماس دخترم کسل اپیلپسی دارم، من خودم که اینوالید دیم گروهم، سهر قطی همی شب 2 بار پرسوپش کپید اسپید نکردم. التماس جنابی عالی، همچون مادرم از شما خواهش میکنم سویت قوه برقه بتین که اقلا ما یه پیره چای گرم بخوریم. نیمی آدمای ما مرده رفته سنای به سویتی را دشو شد، مرده شده سویت نیست در تاجیکستانی. ما چی گپ گفتنیه؟ مونده شدم ای خیلی به سویت را لوچه گوری تاریک دا خواه کنیم خوب تره جنابی عالی. ای شما همچون من مادر پدر ملت خواهش میکنم سویت قوه برق نفروشتن تاجیکی خلقی خودمانده بتیم.